دوستای عزیز انشالله صحت سلامت باشه، بخیر باشین. اینجا یک نوع ترشک رومی است که برزو میگن ترشک رومی به اصطلاح اسپانیایی. و جالب اینه که وقتی که برسه این رقم اما مثل یک حباب است، اول از اینکه گل بکنه باز اما حباب تبدیل میکنه باز که حباب خالی است، این داخل زنوز پر نشده ترشک چیزی که هست. وقتی که برسه باز این رقم پر میشه و میچینی این باز میکنی و بیرقم و من خوردم بسیار مزه‌دار، طعم بسیار مقبول و زیبا و پوست هم مثل پوست پیازه، به درد نمیخوره. یکی از باغچه های هسته که توماتیو در اینجا کشت میشه. گفتم باش که فیلم برداری کنم. بس بسیار مزه‌دار.